کار هم بدون گل تموم شد، اما مثل همیشه زمین ساکت بود و حاشیه ها قوقا می‌کرد. اوسماره که بعد از بازی حسابی زیر فشار بود، از هوادارا عذرخواهی کرد و گفت تیمش باید بهتر نتیجه می‌گرفت. و از اون طرف حرکت جالبش که پیراهن آدم رو گرفت، سوژه داغ شبکه‌های اجتماعی شد، مخصوصا وقتی دیدن هر دو تیم با شماره 2 وارد زمین شدن و کلی حرف و حدیث پشتش درست شد. این بازی 24مین 0-0 تاریخ دربی بود، همون نتیجه‌ای که انگار شده امضای همیشگی این نبرد. اما اصل ماجرا بعد از سوت پایان رقم خورد، جایی که درگیری تند سرش اوریه اول با سعید سحرخیزان شروع شد و بعد از ورود کنعانی شعله برتر هم شد. بگذریم که اسمار درباره اتلاف وقت استقلال گفت چیزی ندیدم و حتی تأکید کرد آبی‌ها چند بار خیلی سریع بازی رو شروع کردن و موقعیت ساختن. آخر کار هم یه تصویر دوستانه خوشو بشکرم آدم با امیلیو الوارز اسپانیایی، صحنه‌ای که تضادش با جو پرتنش مسابقه خودش تبدیل شد به یکی از تصاویر خاص این دربی پرماجرا.